باز میخونه بیاید اینو مایدا نکردم نمیمونم پیش دارم як خدم я میگیرم ترا میورم شی همین برام داد آخه تا اصلی تا قندی تا جیگری شو تعقیب کنم هولیا باش تمام کن چه دکیدیم من چون خودم میتونم سه ماه شد یگان اویم چای افتایی ده سه ماه دیگه نفر پدریت نمی ساعت آمده سی مترا نگاه کردم خب کردم муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ. این مرده که مرا چی بلو زده باشه یک بار باشه دو بار باشه 2 ماه شد نیست پیشم میاد یا برگه کسانگش بزنن ای اومدن ای بی بلو نیسته چی بلو داشته باشه ای توفا ای چی تری مردک شد 5 مینوت میوی اگر همین نمیسته اقلان قطیته قیصر خوب بگره سگ وری در خونش میجینی سحر کار شاو کار چی بلو کار روی بده شکروناش یک دسترخونی کلان میکنی میری معرکه اینا چیت میمونه نهرولا بی این چیزی موندگیشونه بی 300-400 سومون دسترخون سوز میکنی میری لالی تا تکان میشپن میبرورن میتیم گفته بودم که نمیرم همین مرده خیز رو خونه خیش تباروی خوچایده برای همین قرد خونه خیش تباروی ما که شد خوچه کسل میگیره زنک چی میکنی؟ ای مردک روزی باوری نیسته که اگر در کجا اشته باشه بای دوخی زنانه نکنه چیزاش که ایشگان همه داشته گیز دیر بیایش بی بلو نیسته ای مردکه بسیار اوچه مزن زنم که قدیش قدر دیل کنم همین اوچه را پرسیدن در کار یک سویت سوز گرفتن در کار همین درد دیل ما با اوچه هم نکنم دیگه با کی میکنم آخه الو سلام اوچه جان سوزن خوبه؟ و علیکم السلام دختر جان سوزم خوبم ای اوچه جان همین دومو تا چی بلوی زده؟ یا 2-3 ماه میشد خطا نکنم اگر نیست پیشاو میویم میگه کور دایم گپ زنید نمیمونه با خی همین مرده که شو دیر اومدنه که شد سبب داره دخترم فهمیدی؟ به سبب نیسته البته با یکم جانونه دیگه یفته روزکا کار بهانه میکنه شبکا پیش جانونش میره فهمیدی؟ همین مرده که دیر اومد بلا داره به بلا نمیشه فهمیدی؟ انا خیلی مرده که سرهوی سر دادی یک بار نظارت نکردی انا خیلی خود میره مرده یکم بلا داره دخترم این یکم بلا داره انیق یکم بلا داره ای میگومش با همین که میایه با نظارت میکنمشه لیبوسکوش نگاه میکنم که یگان چی نباشه گفته نمیدونم اوچه را چی کنه روز در کارای شب در کارای که قطی تو وقت میو زندگی میکنه قطی تو صحبت میکنه یک کار میکنیم میخوای که فهمیم که همین شد چی بلا داره میدونی چی کار میکنیم حالا من بدتر تیا زنگ میزن فهمیدی ولی خب که کمی اوتا در خونه گوشاش گوش با قیمار شتگیه کیه زنگ زد کیه توصیه داده استی ولی من بدتر زنگ میزن مایله یک گپی زور دارم تا یک کاری زور میکنیم مایل اوچه جان تیسترک زنگ بزنه خیلی دیلم به تو قچیده دیل موز میکفه خوب شده خیلی جانم اوه دختری سونه ولی نفهمیده باشه مرده که کیه گفته سلام علیکم زنک در کجا میگردی؟ Oradayım Zeynep. Çıkıyor da gücüme geldi. Ne mi demek gücüme?
چی بس انگار میزنم تلفنم میکشی در پیش اگان اویمچت بدی؟ سنک عجیب گپ میزنی بدر خونه دا گپ میزنی چه دا پس یویم چه چی را دادرن گم میزنی؟ چی را گم میزنی؟ ساعتی اومدن تبین؟ همه مردکا کار میکنن ساعتی 5 در خونهشون شیشتگی هن ای چه خیلی اومدن های ده 3 ماه شد یگان اویم چای افتایی ده 3 ماه دیگه نخیل پدریت اینمی ساعت اومده سی من ترا نگاه کردیسم خب کردم این کسای صبرم لبریز شید ترا نگن تو نمیفهمی سنک این مرده که کار خودش خسته میویا مونده میویا از هر تو بگر رو در کار مونده میشوه باید اخی تو با یک زبانی خوش با یک تبسم با یک مهر و محبت پیش باز بگیری این چیه بولا این چی طرزی سخن کردن از زنک من خانه با هزاران امید و آرزو میام که بشینیم خیلیت صحبت کنم وقتم خوشه و خرسند چم تم خیلی مناسبت میکنی ایقا وقتی خشد میفورم با وقت ساعتش خونه بیا دای وقت می همه خواه من ترجدت کردم میشینم زنک من ای خرسندی من میرم تو ساعتی 12 یکی شب میستم مرا میفوره که من ای خونه نبرو مرا میفوره که همینجا دم بگیرم استراحت کنم نیکی خیلی کار ای چکا کنم زنک تو باید مرا بفهمی من 4-5 ماه میشوه دیر میام سبب داره زنک بی سبب نیست من پیش در یک وظیفه پست که بدم مثالی گپ که تو ساعت 5 کار میکردم میامدم حاضی مرا معاون موندگیان ما غیر ساعتی 5 با وقتی که ما کار تمام میکنیم یک چند تا شرکت دیگه خاطی ما همکاری داریم داد و گریفت داریم مسئولیت ها داریم نقشه ها داریم حسابات داریم تو مرا باید بفهمی زنک من نمیتونم کار ما پرتم من نمیتونم مسئولیتی بدوش گرفته خدمت ترک کنم بیام زنک همین مهنتی ما همین کوشش زحمتی ما به خاطر زندگی مونه در نام جانم زنک جان تو مرا درست بفهم من فقط باید ترا بفهمم مرا کی میفهمم من در خونه اگه سایتم آمدم ایستادم تو ساعت دیشب بهود از ترجدت کردم میشینم این مرده که من دوم یادم پایده میگردم همون گازت خونده شنوخ یعنی کاری تا از تو بگه گازت خونه چونی که بود بیاریم گازت میخوام یک جای تمومی نمیاره که دختر زن زنی الو چه خیلی دخترم سازت اینجی؟ سلامتی های سازه؟ سوزه سلامتی های من گوش که این دسته های اتاق گریخته بیرون رو ماده گفزه بیستم خیلی دومی ما میگرده کی زن کی بود؟ چیکار داری گازیت تخوان بود؟ بغل مسئله تو گفتم های بعد گم میزنم گوش که این همه خیلی کنی ایشوی که شرمندگیش هم میدوریم فهمیدی؟ ایشوی تو بسیار بلویه بچه این هم قبالای لم دسته تو دوی میکنه کو اکو گویا که کفشه گذروندگیه دوی که دیگه میترسی شبی در روز میره با فکر ما وقت چه خوش میکنه میبه دیگه در خونه با دوی دسته میبردوره میدونی چی کو میکنی یک قوغسه میگیری مینویسی من این خونه میبرم میرم فهمیدی یکی نمیری میگیری جمعه میری باید ترسوندن نکنی مینویسی که من این خونه میبرم سر من میگیرم کجوبور من میگیرم کجودک میگیرم میرم یک ترسون نمیشه یک بفک نمیشه دموی کارو میبینیم فهمیدی گفت نیسته مرام که روی اتاق همین پشت در چشماش همین تا طرف اومده کلا نکشه خیلی خودم خیلی
شده باشه سویتورم کشته مردک من دیگه قچشمو زندگی کردن نمیتونم. ای زندگیه که هر روز قچشمو جنجال میکنم، شما شبانه دیر میاین، بیزار شدم. من میرم در خونه و چم زندگی میکنم دیگه. شما خودتون میدونین دوام زندگیتون. توبه رفتی ناز کردی، خوب کردی. نیسو تو باید بر وقت میرفتی. تو باید بر وقت فرصت رو آمده میبخشیدی. چون هست سلام شالو جان. سازی جانی من خوبی؟ رحمت باشه. گوش که مرا یخش خبر دارم. یک نه این توفه نیست جانی من. این ای توفه دا قیمت داره. گوش که مرا دیگه انتظار شدن، دیگه راه پویدن، دیگه کیمیره چند ساعت میستی همش تمام جگر. میدونی چی؟ اومدم زنم خونه دا نیست. در پر همه را محکم کرده، مکتوب نوشته که من دیگه خیلی زندگی کرده نمیتونم. من دیگه خیلی زندگی نمیکنم که روش قرار کرده رفته. خلاصه گفت که برای من اوته یک فرصتی خوب، یک فرصتی ناز. خلاصه ای سپس همه وقت قطیتم. چی گفتی جانی من؟ گوش کن جون تا گردم دیبوسکو تا خشتوکک جمع کرد بازی ما با سرت میام. جانی من یگام میده تشویش نمیشم. من موشین خطی میام، موشین مرا میبرم. من حاضر که خدم میام میگیرم ترا میورم. چی؟ همین برم داد آخی تا اصلی تا قندی تا جیگری خوشبختی های پیش ای جانی من. دیگه فقط خرسندی میکنی، فقط شادی میکنی. تمام در خونه ما و تو تمام دیگه یگام کس نیست. تیار شد. الو اوچه جون رجبالی فهمید که خونه رفتم هم قخر سرم چیده و نفسم گرفته سه اوچه گب زده نمیشم. چی گفت؟ حوزی ای خرسندی قریب پر برو ورده پریده خودش پسر عروس شرفت اوچه. خونه سوخته اوه جیگر کباب. بازی من این از شمال میشه در پیش میشم. اگر 16 ایتاژ گرفته هوا ندادم تو باری نپرید من اوچه ایت نباشم. تیزتر بیو چم خودش رفته یک بسر عروس شازی میگیرم میراشم. بیو این تیز بیو چم خوی بایی همین زنگ زدی شمال باری که نمیدونم با پویز اومدم با ورتالیوت اومدم سمالیوت اومدم تاکسی کتی اومدم نامعلومه. چی گفتی؟ چی شد؟ گفتی چی شد؟ اوچه نه مکتوبی نوشتگی. اگر او مکتوب دید انامی خیلی پر برورد پسر عروس شخص رفت اوچه. با هم مالی بوسو تا جمع که گفت زنم میدم کار که درفت دیگه نمیایم. حالی اگر این همی مرغی پرت میکنن کو پرت نکردم ما اوچه تو نباشم. فهمیدی؟ خوشم بجوشتی؟
هوچا نفهمید ما در جایون همین فهمید که نیستم خندیده خودش گپ زد و در همین جا زنگ میزد خنده به سر شراب حوزی گفت میگیریم تو خونه میاییم حوزی خونه میاییم چی کنیم بچه گفتی داون تخیل میگم که آزمی خونه بیایا اینو مایده نکردم نمیمونم پیش دارم در جمع هر دو نمیدونم مخی چنه با درو خونه درو مکنی بینی نمیتوری پوچو تقیب کمتر هولیا آش تمام کن چه جبت دیر من چون خونه میتونم چه میفهمش کمش میفهمم چوی دیگه نمیرسه چوی دیگه بیاریم بعد از حلقتی بشینیم چوی قوت کنیم میجگونه خلا بیایین که خیلی راست ایستادین خیلی خدمت کردین همون سلطاتو در گفتی همون گپا نریادیشون رنگ شما راست نوشتن بیایین السلام علیکم سلام علیکم بیا خلا اینجا بیا کرسلا دا بشه جان تا گردم نخوخش تو من در تای پرده السلام علیکم یا بار دیگه سلام علیکم خلا جان بیا ما اینجا بس ما رو هم ما همین ضیافت ها برای شما کنم اینجا بگذاریم بشینید خلای توفانیسا لبای خوش اومدین سلامت باشه شما دکتره نه دکتر در حیات دکتره دکتر خلا شما می کسب دونه نادرست انتخاب کردین ما با در حیات یکون سیر باز میشیدین یا یکون اکتریس هم میشیدین این دختریست شما در عموما با خراکتر شما موافق نیست خلا چی نقمه این نمه خلا صوف هندیش که گین تای چودرده که مرا میپوینه من میجونه زونه میکشی ها؟ نه توی زونه میکشی ما که خیانت کردم داما جان میبخشه این فکری ما بود دخترم گفت که شما بعضا شبها دیر میبیاین ما فکر کردیم که شما یکم عروس داره پیش یکم زنی بیگانه میره و دیگه به زنتون توجه نمیکنه بعضا فکرو میشه که آدم از عقل بیرون میکنه آدم به هر راه میبره بخشش داما جان فکری ما هم کم ترک خطا بود بخشش انمی خلاصای خطا انمی فکرهای خطا انمی چیزا سبب میشه که بسیاری زندگی آدمو ویران میشه بسیاری زندگی آدمو پراکنده میشه خدا جان من درونتون جانم یک چیز فراموش نکنین اگر من در حیات ناحق میبودم خیانتکار میبودم ظلمکار میبودم هیچ وقت خداوند اینقدر زندگی آباد آمده نصیب نمیکرد خداوند هیچ وقت به این زینه های بلند به این وظیفه ها به این آبروی بلند آورده مرا نمیرسون فهمیدین خدا جون ها هست نفرهایی که بعضا وقت مثل خداوند داراییشون داده در راهی بد صرف میکنن نه که او هم دور و دراز دوام نمیکنه خدا جان و خداوند همه او را میگیره و همین خاطر من اهل خیانت نیستم من خیانتکار نیستم خواهش میکنم دیگه مرا همچون یک نفر خیانتکار معرفی نکنین همچون یک نفر خیانتکار ندونین مرا من زندگی ما دوست میدارم خلا من زن ما دوست میدارم من اویلم ما دوست میدارم و من هیچ وقت نمیخوام که زندگی ما پراکنده شود السلام علیکم دوستان عزیز تماشابینان فراموش نکنین چقدر که شما نو را تماشا کردین از شما چی میره برادرها فقط یک دونه لایک
در کامنتاریا یک سخن خوب و نگفته نمونه پادپیساتیا را فراموش نکنید. حتما در کانال پادپیساتیا کنید. انشالله که نورای خوب و تربیوی هم پیشکش شما میگردونیم. باقی سربلند و خانواد باشید.